در برنامه اخباری آزادی از آخرین حادثه ها در تاجیکستان و جهان خواهیم گفت. سلام بیننده عزیز، امروز 24 سپتامبر است. در برنامه این گزارش ها را داریم. در حمله اخیر اسرائیل به لبنان بیش از 500 نفر کشته شده است. اسرائیل گفت به حزب الله حمله کرد. لبنان از کشته شدن غیر نظامیان خبر داد. چایخانه خربزه در حصار که با صرف صدها هزار دلار ساخته ولی استفاده نشد در فروش گذاشته شده است. صدها کرات پرسیده بودند که درآمدناکی همون برای بودجه دولت، برای اقتصادیات ملی تاجیکستان چقدر فایده می‌برد. روسیه شرایط کار و زندگی برای مهاجران را سخت‌تر کرده است. مهاجران تکثیران هم از کار دست می‌کشند و مشکلات مردم روس می‌افزاید. برنامه را با خبری از جنگ در خاورمیانه آغاز می‌کنیم. اسرائیل روز 23 سپتامبر بمباران به خاک کشور همسایه‌اش لبنان را ادامه داد. حمله روز گذشته خونین‌ترین حمله در تاریخ معاصر لبنان بوده است. در حمله‌های اسرائیل به لبنان بیش از 500 نفر کشته و بیش از 1800 نفر زخمی شدند. اسرائیل ادعا کرد که به پایگاه حزب الله حمله کرده است. مقامات لبنان گفتند که زیاده از 100 نفر از کشته شده‌ها زنان و کودکان هستند. همکارم کیومرث عطا گزارش خبرگزاری رایترز را تقدیم می‌کند. ارتش اسرائیل میگوید که روز دوشنبه به پایگاه‌ها و مکان فرماندهان حزب الله لبنان حمله کرده است. مقامات لبنان گفتند که قریب 100 زن و کودک در این حمله‌ها کشته شدند. با نشر نوار اسرائیل گفت به انبار اسلحه حزب الله حمله کرده است. شام روز گذشته بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل به مردم لبنان پیام داد. اسرائیل با شما جنگ ندارد. این جنگ با حزب الله است. سال هاست که حزب الله از شما چون سپر استفاده می کند. موشک ها را در خانه و تهخانه های شما جا کردند. موشک هایی که به مردم و شهرهای ما ضرر می رسانند. برای حفظ مردم ما آنها را باید نابود کنیم. ارتش به شما هشدار داد که از مکان های خطرناک دور شوید. هشدار را جدی گیرید. خبرگزاری ریترز وجود موشک را در خانه ساکنان لبنان مستقلانه تصدیق کردن نتوانسته است. حزب الله میگوید هیچ سلاحی را در محله های اهالی نشین نگذاشته است. هزاران نفر روزی گذشته از جنوب لبنان فرار کردند و راهها پر از ماشین بود. موشکباران و ویرانی است. کسی آنجا نماند. همه میگریزد. ما چیزهایمان را گرفتیم و برآمدیم. خبرنگار ریترز با ساکنان صحبت کرد. آنها حالا نمیدانند که در کجا جا به جا خواهند شد و کی به خانه هایشان برمیگردند. اسرائیل در حمله دیگری به پایتخت لبنان شهر بیروت گفت که علی کرکی فرمانده حزب الله را کشته است. این گروه گفت که فرماندهش سلامت است. حزب الله گروهی که امریکا آن را تروریستی می‌داند گفت که چند پایگاه نظامی اسرائیل را با موشک زد. اسرائیل میگوید که موشک‌های حزب الله را از بین برد. پس از آغاز جنگ در غزه در یک سال پیش حمله های موشکی میان حزب الله و اسرائیل نیز افزایش یافت. حزب الله میگوید تا جنگ در غزه بس نشود حمله هایش را به اسرائیل ادامه خواهد داد. نیزاهای نو میان حزب الله و اسرائیل نگرانی ها را از خطر یک جنگ بزرگ در منطقه بیشتر کرده است. مقامات امریکا حامی اصلی اسرائیل گفتند که از گسترش دامنه جنگ حمایت نمی کنند. برنامه را با گزارشی از تاجیکستان ادامه میدیم. چایخانه خربزه در شهر حصار که ساختمان آن را به مرادعلی علی مردانف رئیس پیشین بانک ملی و اگرو اینوست بانک ربط می‌دادند به فروش گذاشته شده است. خربزه در گذشته خصوصی بود ولی در پی قرضداری اگرو اینوست بانک به حساب دولت گذشته است. همکارانمان شهلای عبدالله و عبدالغنی عبدالوهاب به این چایخانه رفته گزارشی را آماده کردند. چایخانه ملی خربزه در شهر حصار که به افتخار 3000 سالگی این شهر بنیاد شده بود، حالا برای فروش گذاشته شده است. کمیته سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی ارزش این انشاءات را تقریباً 35 میلیون سومانی یا بیش از 3 میلیون دلار اعلام کرده است. مزایده چایخانه روز 27 سپتامبر برگزار می شود. به اطلاع رسانه‌ها، چایخانه با خرج بیش از 1 میلیون سومانی از جانب مرادعلی علی مردانف رئیس سابق اگرو اینوست بانک ساخته شده است. حالا این چایخانه در وضع ناگوار قرار دارد.
کارشناسان میگویند یک دلیل ناموفقیت انشاءات جشنی در تاجیکستان این است که مسئولین هنگام بنیاد درآمدناکی آنها را به نظر نمیگیرند. همین خربوزایی که در حصار بود آن رو هم یک چند کارشناسا صدها کرات پرسیده بودند که درآمدناکی همون برای بودجه دولت برای اقتصادیات ملی تاجیکستان چقدر فایده می‌برد، چقدر درآمدناکی، چقدر خراجاتش چقدر است. همین چیز از نقطه نظر خراجات‌های انرژتیکی انرژیش چگونه تامین کردن شد، همین سوال‌ها بودند. لیکن متاسفانه آنها گفتند که ما باید چی سیاست خردمندانه رو دستگیری کنیم، اما این دستگیری سیاست خیانت به سیاست دولت شد. به گفته ساکنان محلی چایخانه کمتر از 3 ماه فعالیت کرده است. مقامات در وقت افتتاحی انشاءات گفته بودند که 100 نفر در آن جای کار دومی پیدا می‌کنند. سال 2016 رادیو آزادی گزارش نشر کرد که در آن وضع ناگوار چایخانه تصویر شده است. بینای چایخانه تعمیر طلب شده، بامش میچکید و فعالیت نمی‌کرد. شهرداری وقت حصار شریف جان جمعه‌زاده سال 2020 وعده داده بود که چایخانه خربوزه را به مرکز بزرگ آماده نمودن آش پلوی تاجیکی تبدیل می‌دهند. اما این نقشه نیز ناکام ماند. قانون و قاعده‌های نو در روسیه کار و زندگی مهاجران را سخت کرده است. از جمله در 17 منطقه روسیه تاکسیرانی برای مهاجران را منع کردند. شرکت‌های تاکسیرانی گفتند احتمال تا آخر سال با کمبود رانندگان روبرو شوند. ولی مقامات روسیه فشار و اذیت و محدودیت به مهاجران را ادامه می‌دهند و ظاهراً هیچ نگرانی از کمبود نیروی کاری ندارند. همکارم زرنگیز نوروزشاه گزارش می‌دهد. بسیاری ها را خارج کردند. اکثریت با خواهش خود ترک تاکسیرانی میکنند. من هم نیت دارم که از روسیه بروم. علی مهاجر از قرقیزستان شکایت دارد که وقت‌های اخیر تاکسیرانی در روسیه بسیار مشکل شده است. قرار و قاعده‌های نو خرج رانندگان مهاجر را بیشتر کرده است. در 19 منطقه روسیه برای مهاجران مسافرکشی منع شد. تفتیش تاکسی آنها زیاد شد و از اول سپتامبر آنها مجبورند برای مسافران خود هم بیمه و یا سوغورتای طبی بخرند. بنا به آمار سازمان صفرهای میر همگی 4 مهاجران امکان دارند شرطهای نوی گرفتن پروانه تاکسی رانی را اجرا کنند. پیشتر راننده های تاکسی خیلی زیاد بودند، حالا کم شده است. سبب اصلی مشکل بودن ثبت نام است. بسیاری ها را با قید قلبکی بازداشت و خارج کردند. فکر میکنم تاکسیرانها 40% کم شدند. اکثریت با خواهش خود می روند. یک قاعده نوی دیگر برای تاکسیرانها عوض کردن رنگ ماشین با رنگ است که مقامات برای هر منطقه معین کردند. همچنین داشتن راه خط با قید معاینه طبی و تکنیکی ضرور است. و تخمین کارشناسان شرکت یاندکس تاکسی روسیه تا آخر سال با کمبود شدید رانندگان روبرو می شود. تا آخر سال 2024 در روسیه تقریباً 130,000 راننده تاکسی نمی رسد. سبب این کمبود هم سخت‌تر شدن سیاست مهاجرت و تنظیم کار در این سمت گفته می شود. اکثر راننده ها به کارهای دیگر رو می آورند. بعد حمله به تالار کنسرتی کراکوس در نزدیکی مسکو فشار و تفتیش مهاجران در روسیه به مراتب زیاد شد. در 7 ماه سال 2024 روسیه 100,000 شهروند خارجی را بیرون کرده است. بیک سلطان 6 سال باز در شرکت یاندکس تاکسی کار میکند. میگوید وقتهای اخیر شرکت آنها را به پرداخت پول بیشتر مجبور میکند. به فرق از هر وقت دیگر حالا نرخ بالا رفته است. مثلا ما پیشتر اگر به مبلغ 1500-1600 روبل تا فرودگاه می رفتیم، حاضر ما صبح به مبلغ 2000-2500 روبل می رویم. با گفته تحلیلگران اکثر رانندگان تاکسی حالا برای اجرای قاعده و طلبات نو امکان ندارند. آنها قسم زیادی درآمدشان را برای کرایه ماشین می‌دهند.
همه چی از کار میماند. اگر فشار و دواندن مهاجران را ادامه دهند، به خود روسیه دشوار می شود. با دست خود برای خود مشکل می سازند. سیاست ضد مهاجرت جریان دارد. همه چی سخت‌تر می شود. من فکر می کنم سبب این است که در جنگ آدم نمی رسد. مهاجران را جلب می کنند. شرکت‌های تاکسی حدس می‌زنند که کمبود سختی راننده‌ها سبب بالاروی راهگیران می‌شود. بخش و ساحه‌های دیگری روسیه هم حالا با نارسایی نیروی کاری روبرو هستند. با گفته حامیان حقوق سبب باز هم سخت و مشکل شدن قاعده‌های اقامت و کار مهاجران در روسیه است. گزارش بود از همکارم طاهر سفر. بینندگان گرامی، در این فرصت برنامه پارچه‌ای را از صحبت با نورالدین قرچیبایف، مؤسس یکی از سازمان‌های حامی خبرنگاران و آزادی بیان در تاجیکستان می‌بینیم که 25 سال پیش سازمان ننسمیت را تأسیس داد. انجمن ملی رسانه‌های خبری مستقل تاجیکستان که تا حال یکی از سازمان‌های فعال باقی می‌ماند. همکار ما ارشاد سلیمانی اول از نورالدین قرچیبایف پرسید که 25 سال پیش زمان تأسیس سازمان مطبوعات و خبرنگاران چی احوالی داشتند؟ وضع بعد نزاع بود. یگان رسانه های مستقل به میدان می آمدند و برای بازسازی تاجیکستان می خواستند سهم خود را بگیرند. همزمان آن تأثیر جنگ شهروندی اثر خود را به حیات روزنامه‌نگاران نیز گذاشته بود. جرأت سیاسی، حرفه‌ایت، امثال این عامل‌ها به طور نظررس برعلا مشاهده نمی‌شدند. استاد، یک از هدف‌های شما و سازمانی را که شما تأسیس دادید این مساعدت کردن به رشد خود رسانه‌ها و همین طور آزادی بیان در جامعه است. بله. ولی وضعی را که ما امروز داریم آیا می شود گفت که مثلا با اون چیزی که شما هدف گذاشته بودید رسیدیم یا نتیجه برعکس شد؟ من فکر میکنم که یک زمانی بود که رسانه‌های مستقل تاجیکستان در حقیقت در رشد آزادی بیان، در تامین گوناگون عقایدی در کشور سهم خود را داشتند. ولی سالهای اخیر وضع متشنج شد و بنابراین حتی در سطح بین المللی هنگام محاکمه حسابات حکومت تاجیکستان و حسابات الترناتیوی از جامعه شهروندی برای تامین آزادی بیان در تاجیکستان توصیه‌های هم ارائه شد. در 3 دوره بررسی کردن در شورای حقوق بشر. بیننده گرامی، گفتگوی کامل با نورالدین قرچیبایف درباره مطبوعات تاجیکستان و مشکلات و پیشرفت آن به زودی در وبسایت azadi.org و صفحه‌های رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی نشر می‌شوند. رهبران تاجیکستان و ایران همکاری‌های دو کشور را بررسی کردند. ملاقات امامعلی رحمان و مسعود پزشکیان روز 24 سپتامبر برگزار شد. هر دو برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل در امریکا هستند. طبق اطلاع رسمی، امامعلی رحمان از رشد و توسعه نظررس رابطه‌های دوستی و برادری و همکاری متقابلا سودمند با ایران یادآور شده است. و بیننده عزیز، سپاس که تا پایان برنامه با ما بودید. خبرهای بیشتر در وبسایت azadi.org و در صفحه‌های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، شبکه ایکس و تلگرام و یوتیوب و تیک تاک نشر می‌شوند. خدا نگهدار.